بچه‌های ایران. اولین بار که عاشق شدم. به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است. من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما کشنده است. من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرده از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است. من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده. ساعت 5:30 صبح روز جمعه بود که توی سرمای 25 درجه زیر صفر تو این فکرها بودم که برم سر کار. اعصابم به هم ریخته بود. روز قبلش یکی از دوستا قول داده بود یه چیزی برام بیاره، اما نه تنها بد قولی کرده بود بلکه موبایلش هم بسته بود و حتی به خودش زحمت زنگ زدن هم نداده بود. منم که از چند طرف قاسی بودم مدام این جملات رو با خودم تکرار میکرد. باید بیخیال طنز و شوخی بشم. اینجوری نمیشه که. مگه اعصابم از سر راه پیدا کردم که هر کی هرچی دلش میخواد بارم میکنه؟ اون از دور و اطرافیام که تا یکم باهاشون خوشو بش میکنی و احترام میذاری میخوان رو کولت سوارشن، اینم از بعضی از دوستای توی نت که تا یکم باهاشون شوخی میکنی و طنز مینویسی هرچی به ذهنشون میاد بارم میکنه. اینطوری نمیشه. از این به بعد میشم این سگ نازی آباد. دوست و دشمنم حالیم نیست دیگه، هم طنز بی طنز هم شوخی بی شوخی. بیا بیا دلم برات تنگه، آسمون چشان که خوش رنگه، تو لبات قنچه خندونه، جون منی عزیز ترکونه. بیا بیا با هم بریم خونه، بی تو خونمون یه زندونه، هنوز عکسی که با هم داشتیم روی تاقچه پیش گلدونه. بیا کنار هم باشیم، همیشه یار هم باشیم. بیا کنار هم باشیم، نگو نمیشه یار هم باشیم. آخه یار من توی، دار و ندار من توی، آره عاشقت من، صبر و قرار من توی. مرد شور هرچی طنز و شوخی ببره که فقط باعث سبک شدن و بی شخصیت شدن آدم میشه. از این به بعد با همه اینطوری برخورد میکنم، خشک و رسمی. آخه مردی که مگه تو عزیز نسینی که اگه ننویسی دنیا از نخوندنش محروم میشه؟ با اون نوشته های در پیتت که جمعاً 30-40 نفر بیشتر نمیخونن و از رو درواسی عده‌شون میگن به به. فکر کردی پخی شدی؟ از اون طرف هم هر که هرچی تو ذهنش میاد بارت میکنه. تازه اعتراض هم که میکنی و میگی این چه طرز حرف زدنه، 2 قرت و نیمش باقیه که وا اشکان تو چقدر عوض شدی، تو که اینطوری نبودی. نه دیگه، باید یه فکری کرد، باید با همه جدی بود. اینا رو تو دلم گفتم تا رسیدم به در ورودی محل کارم. با حالت عصبی در رو کشیدم، اما دیدم باز نشد. هنوز در قفل بود. انقدر اعصابم خورد بود که یادم رفته بود در ورودی روبروی ساختمون رو ساعت 8 باز میکنه و ما که ساعت 5:30 میریم باید از در پشتی وارد بشیم.
همینجور قرقر زنون ساختمون رو دور زدم و به طرف در پشت دیدم. این نشد که هر فکری که به ذهنش میاد بار آدم میکنه، هر چی تو دهنشون میاد بار آدم میکنن، چون باهاشون مهربونی هر چرندی رو بهت میگن. نه احترام حالیشونه نه ادب. چند قدم مونده بود برسم به در پشت ساختمون، با خودم گفتم حقته، چشمت در بیا، با هر کسی دوستی میکنی، با هر کسی میگی و میخندی، حقته، چشمت در بیاد. ناگهان واقعا در یک لحظه جلوی در حس کردم چشمم داره از کاسه در میاد. یه صدایی مثل صدای ناقوس تو سرم پیچید. چشمم سیاهی رفت و نزدیک بود بخورم زمین. نمیدونستم چی شده. به زور خودم رو نگه داشتم. یکی از همکارام که خانومی فنلاندی هست و شوهر ایرانی داره حس کردم زیر بغلم رو گرفت و داشت بلند بلند حرف میزد. صدای ناقوس که تو سرم میپیچید نمیذاش بفهمم که چی داره میگه. فقط حس کردم داره اسمم رو صدا میکنه. کشوندم توی ساختمون. حالت تهوع شدیدی داشتم. خلاصه یکی یکی همکارا اومدن دورم. اصلا زبونم باز نمیشد حرف بزنم. بردنم تو اتاق که دراز بکشم، اما مقاومت کردم و موندم تا یواش یواش حالم به جا اومد. 1-2 ساعتی گذشت تازه فهمیدم که یک قطعه بزرگ یخ از بالای ساختمون جدا شده بود و خورده بود تو سر من. میگفتن شانس آوردی، قبل از برخورد با سر تو به چند جا خورده و روی نرده افتاده، بعد خورده رو سرت و سرعتش گرفته شد. آنیتا، اون خانومی که بهتون گفتم، رفت برام یه فنجون قهوه آورد. خیلی نگران دستپاچه بود. گفت میخوای بری دکتر؟ امروز برو اصلا استراحت کن. گفتم نه، حالم داشت بهتر میشد و یواش یواش داشت یادم میومد چه اتفاقی افتاد. اون بنده خدا هم همینطوری کنارم ایستاده بود و با چشمای گشاد و وحشت زده به ام بر نگاه میکرد. منم همینطور تو ذهنم داشتم چیزایی که اتفاق افتاده بود و مرور میکردم و فکرایی که کرده بودم. یاد عصبانیتم افتادم و آخرین حرفی که قبل از اصابت یخ به کلم گفته بودم تو ذهنم مرور شد. چشمت در بیاد، چشمت در بیاد. آره دقیقا اینجا بود. گفتم چشمت در بیاد، چشمت در بیاد. و واقعا حس کردم چشمم داشت در میاد. ناخودآگاه به یاد اون جوک قدیمی افتادم که یه بابایی دم یه دیوار کهنه‌ای دراز کشیده بود و با خدا راز و نیاز میکرده. میگفته خدایا بی کسم، بی نوام، به من اینو بده، به من اونو بده، به من پول بده، به من مال بده. آخرش عصبانی میشه، میگه خدایا پس بهم حداقل مرگ بده. ناگهان دیوار میلرزه که بریزه روش، سری میپره اونور و میگه خدایا حالا چه عجله‌ایه، اول اون چیزایی که بهت گفتم و بده، بعد مرگ خودش یواش یواش سراغم میاد. تو این فکرها بودم که یهو خندم گرفت. آنینا بهم خیره شد و با چشمای گشاد با تعجب پرسید به چی میخندی؟ براش جوکو تعریف کردم و گفتم منم یه همچی چیزی برام اتفاق افتاد. دوباره خندیدم. یهو از جاش با عصبانیت بلند شد و گفت من اصلا کار شما ایرانی‌ها سر در نمیارم. تو بدترین موقعیت هم جوک میگید و میخندید. چطور میتونید تو بدترین موقعیت جوک بگید و بخندید؟ امروز داشتم به حرفاش فکر میکردم. من چرا اینجوریم؟ چرا هر چیزی از دریچه طنز میبینم؟ تو این فکرها بودم که رفتم به سالهای دور. سالهای دور 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 دور. به زمانی که اولین بار عاشق شدم. گمونم تب دارم، همیشه میدونم